سلام، من علی قنایی ام. به ششمین روز از اخبار جام جهانی قطر خوش اومدید. اینجا رختکنه. کارت زرد امروز تعلق میگیره به آندره آیو جهت خوشحالی کردن بی‌موقع و بدجا. کارگردان تلویزیونی قشنگ رو چهرهشون بود، خیلی خوشحال تعویض شد. 1-1 بودن با پرتغال. همون لحظه ژائو فیلیکس از خجالت دروازه‌شون در اومد. کارگردانم البته دیگه نشون نداد که همون چهره خندان به یاد هوادارهای غنا بمونه. کارت قرمز امروز تعلق میگیره به تیم آلمان. در جریان نبودن که واسه یه سامورایی حتی قطر هم ژاپنه. آقا این چه نتیجه‌ای بود؟ شما مدعی قهرمانی بودید. بازی بعدیتون هم که با اسپانیاست. یعنی آلمان حذف واقعی؟ یعنی آفساید امروز تعلق میگیره به کشور دوست و همسایه کاستاریکا و البته برادر نواس که به هیچ شوتی و توپی نگفت و دیگه 7 گل خوردن. میشه گفت پرگل خوردترین تیمی که تو جام جهانی الان حضور داره همین کاستاریکاست. ما هم که ولزو بردیم و دیگه اصلا دیگه این حرفا نیست. گل برتر امروز میرسه به کریستیانو رونالدو. 5 حضور در جام جهانی که تو همش گلزنی کرده. سری اولی که تو جام جهانی بودیم بزرگوار، جوان‌ترین بازیکنی بود که گل زد. این سری در جام جهانی مسن‌ترین بازیکنی شد که گل زد. ایشون کلا دارن گل میزنن. تا رختکن بعدی، خدا نگهدار.